آیفونا دارن اندرویدی تر میشن و اندرویدا دارن آیفونی تر میشن. چرا اینجوری؟ آیفون جدید معرفی شه. خب چرا تو خوشحالی؟ چرا ما خوشحالیم؟ چرا ما داریم ویدیو میگیریم؟ خب سوال خوبی است. واسه چرا ما داریم ویدیو میگیریم؟ واسه کسایی که جدیدن تو چنل، عمو سامی که اینجا نشسته الان دیگه میدونی یه 2 سالیه که داره آیفون رو ترش میکنه. بحث منطق و بحث این که من خودم نمیخرم اینا هم نیست، نه قشنگ دارم ترش میکنم 2 ساله، چون گند زده تو صنعت. کلی برند خوبو ما از دست دادیم، ال جی از دست دادیم، سونی رو تقریبا داریم از دست میدیم به خاطر این ضررایی که داره این صنعت وارد میکنه. من دیگه قشنگ 2 سال دارم ترش میکنم آیفون رو. ولی این ایونت معرفی آیفون 17 بهش میرسم تو طول ویدیو. چی باعث شد من بخوام یه ویدیو در موردش ضبط کنم؟ من 3 تا ویدیو دیدم، 3 تا ویدیو پوشش دیدم. یکی از مارکوس برانلی، یکی از دیو تودی، یکی هم از برادر لاینس. معمولا من ویدیوهای لاینس رو نگاه نمی‌کنم، یه نکته بهتون بگم. ولی تو این ویدیوش یه حرف خیلی جالبی زد که به نظر من خیلی درست بود و دقیقاً میخوام روی این جمله صحبت کنم. گفتش که هر سال که میگذره، چند سال اخیر، آیفونا دارن اندرویدی تر میشن و اندرویدا دارن آیفونی تر میشن. اولا آقا جان این یک ریویو آیفون 17 نیست. دوم این که وقتی میگیم آیفون داره روز به روز اندرویدی تر میشه یعنی چی؟ یعنی که دارن طی 2-3 سال اخیر هر فیچر مهم خوبی که توی دنیای اندرویدا بود و ایمپلمنت میکنن. الان همین آیفون 17 زشته، ما از همین دارن جبهمون رو مشخص کنیم که با قیافش حال نکنیم، زشته، ولی یک تم آرکید جسورانه ای داره. قبول نداری؟ من واقعا از قیافه آیفون 17 و مخصوصا 17 پرو مکسش خیلی خوشم اومده، خیلی خوشگله، خیلی باحال قیافش. مثلا اولین اپلیه که بعد از آیفون ایکس من واقعا قیافشو دوست دارم. من اینجا دارم میگم که من به قیافه آیفون 17 تیک مثبت میدم، یعنی یه پاهن مثبت. با اینکه به نظرم زشته و خب میشد همین استایلو ولی بهتر داره، خیلی هم راحت بود. توی قیافه اومدن چیزای جدید امتحان کردن، اومدن یه تم آرکید جسورانه انتخاب کردن که خب این اصلا آیفون نیست، این اتفاقا خیلی اندرویدیه این کار. بعد یه عمر ما تو سر و کله آیفونیا میزدیم میگفتیم آره هوم اسکرینتون رو نمیتونید خودتون بچینین، اپلیکیشن ها رو نمیتونید خودتون بچینین. اون 2 سال پیش بهشون پارسال بود فکر کنم، هوم اسکرین دکوریشن دادن و کاستومایزیشن های دیگه. درسته هنوز اندروید کاستومایزیبل تره، ولی یک کاستومایزیشن قابل قبولی الان رو پلتفرم آیفون هست. بعد عکاسی منوال پارسال اضافه شد به آیفونا که البته یه نیمچه منواله، یعنی مثل آدم مثلا نمیذاره ایزو و شاتر اسپید و فوکوس و اینا رو تنظیم کنی، ولی خب تیکشو میخوره دیگه. تو بخوای منوال عکاسی کنی یا مهمتر منوال بخوای فیلم برداری کنی. امسال یه چیزی که اضافه کردن، قبلا روی آیفون اگه می‌خواستی خام فیلم برداری کنی باید پرورز ضبط می‌کردی. امسال فرمت جدید اضافه کردن به اسم پرورز را که قراره باز از پرورز هم بیت ریتش بالاتر باشه. خیلی اتفاقا واسه این من شخصا هایپم. دقت می‌کردی داخل خود مراسم مثل S25 که واسه معرفیش کل مراسم با S25 رکورد کرده بودن، اینجا هم همون کارو حرکت زده بودن. پارسال هم ولی شاتایی که مثلا تو تاریکی، مثلا تو حیاتی اینا بودن ضبط کردن، خیلی به نظرم جذاب و قشنگ بود. طبیعتا اونایی که این کارو کردن حرفه‌ای بودن. یه چیز دیگه که مثلا پارسال البته اینکه پیرارسال اضافه شده بود، دایرکت اکسترنال ریکوردینگ. یعنی چی؟ یعنی تو یه حافظه اکسترنال رو با تایپ سی وصل کنی به گوشی، بعد ویدیو مستقیما روی اون حافظه ضبط بشه. که مثلا تو یه آیفون 256 میخری، 256 گیگ برای یه مثلا فایل 4K 60 فریم پرورز را کافی نیست. بعد میری کنارش یه دونه حافظه 2 ترابایت میخری، SSD 2 ترابایت میخری، با کابل وصل میکنی و چیز میکنی. این منحصر به فرد آیفون های 15 پرو و پرو مکس، 16 پرو و مکس و 17 پرو و مکس، فقط این 6 تا میتونن این کارو کنن، قدیمی ها نمیتونن. ولی خب بازم میشه دیگه، این تیکم میخوره دیگه. یه چیز جالب که من داشتم تحقیق میکردم رو S25 اولترا ما پورتمون USB 3.2 نسل 1، یعنی تئوری میتونه 625 مگابایت بر ثانیه انتقال داده داشته باشه. آیفون ها USB 3.2 نسل 2 هن، یعنی تئوری 1 گیگابایت میتونن انتقال داده کنن. یعنی از نظر تئوری رو کاغذ برای این اکسترنال ریکوردینگ حتی آپشن بهتری هم هست آیفون از سامسونگ. اوکی، منطقیه.
هرچند که کابلی که جفت شرکت‌ها روی جعبه میذاره اون تایپ سی به تایپ سی که هم سامسونگ هم اپل رو جعبهش میذاره، اون یو اس بی 2 اون اصلا هیچی یختی. شما یه کابل یو اس بی 3 یا یو اس بی 4 در هر صورت باید بخری برای این کار، این که هیچی. اون رفع تکلیفه کابلی که کلا هر چیزی که الان داخل جعبه الان هسته رفع تکلیفه همه چی. یه کار دیگه که کردن اینه که به بیس مدلشون یعنی آیفون 17 آیفون 17 معمولی صفحه نمایش 120 هرتز دادن. کلا پلاس رو گرفتن حذف کردن دیگه. آیفون 17 پلاس رو گرفتن حذف کردن و همه چیز رو ریختن تو آیفون 17 با همون قیمت. جذابیش قیمت بود که تو با همون $800 میتونی یه سری فیچرهای پرو رو داشته باشی. یه سری که فقط 120 هرتز رو داری، راستش خیلی فیچر تنها چیزی که از 256 گیگ هم حافظه داخلی داره روی 17. خب نه اون داستان داره که بهش میرسم واسه اون یه کچی داره اون قضیه 256 اون یه کچ داره. بعد ویپر چمبر اضافه کردن به پرو، یعنی قشنگ خودشون اعتراف کردن که نه آقا جان این به خنک کردن نیاز داره. نکته اینه که ویپر چمبری که اضافه کردن اگه اون گرافا درست باشه هنوز کوچیک‌تر از ویپر چمبر S25 اولتراست، یعنی توانایی آیفون در خنک کردن خودش هنوز در سطح S25 اولترا نیست، ولی اعتراف کردن که نه آقا جان این پردازنده خنک کننده لازم داره، مثل آدمم بهش دادن. این یه قطعه بود که قبلا من می‌خواستم توی جمع آیفون باز نشسته بودم میگفتم آقا جان تو گوشی من یه قطعه‌ای هست که اصلا توی گوشی شما نیست، الان دیگه هست. یه کاری هم کردن که تو سایت خود اپل که الان میخوای برید چک کنی لوگو اپل رو میبینی اینجوری گرفتن رنگش کردن، این برای پروموت کردن همین قضیه ویپر چمبر. یه کار دیگه هم واسه این دماش کردن اینه که برگشت دنده عقب برگشتن به آلومینیوم. اگه یاد باشه 2 سال پیش داخل اون ایونت اپل تایتانیوم داریم. کلا اینا زیر مجموعه یه داستانیه که من چرا میگم آیفون داره اندرویدی میشه، دارن فروتن میشن. یعنی دیگه مثل آدم میگن آقا جان نه آلومینیوم آپشن بهتریه، 10 برابر رسانه‌ایش بیشتر رسانه حرارتیش ولی تقریبا همون سختی رو داره. یعنی آلومینیوم تیتانیوم وقتی که گوشی میخوره زمین اونقدر تفاوتی ایجاد نمیکنه، جایی که میشکنه هنوز صفت میشکنه هنوز. و انگار از نظر رنگ پذیری یا قابلیت رنگ شدن گوشی آلومینیوم بهتر از تیتانیومه، رنگای بهتری رو میتونی روش کلا واسه گوشی آلومینیوم چیز منطقی تریه و بیخیال اون قضیه ادورتایزینگ شدن ما تیتانیوم داریم، تیتانیوم فلز پریمیوم تره، بیخیال اون قضیه شدن. و یه کار دیگه که کردن که فروتنیشون رو نشون میده اینه که به جای اینکه بگن پروموشن 120 هرتز هم نوشتن. یعنی چی؟ یعنی تا پیرارسال کلا تو یک ایونت اپل کلمه 120 هرتز دیده نمیشد، همیشه میگفتن پروموشن. چون ما گفتم ما پروموشن نه 120 هرتز برای اندرویدهای بدبخته، ما پروموشن داریم. امسال برای اولین بار مثل آدم نوشتن 120 هرتز، یعنی می‌نویسن پروموشن بعدش پشت سرش می‌نویسن 120 هرتز. آخرین کار مهمی هم که کردن اینه که از زوم 5x از اپتیکال 5 برابر برگشتن به اپتیکال 4 برابر. یعنی خودشون اعتراف کردن که آقا جان بالاترین زوم مهم نیست، زوم کاربردی مهمه. حالا اشاره کردی به کاربرد زوم 100x اسای آلترا، من خیلی شده بخوام خونه همسایه رو فضولی کنم ازش استفاده کنم، پس هنوز کاربردیه. خب دقیقاً این بحثو من الان یه ماهه که با تو پسر خالم دارم که آقا جان بزرگ نمایی بعد از 10 برابر فقط به در جاسوسی میخوره، هیچ استفاده کاربردی یا هنری نداره بزرگ نمایی بعد از 10 برابر. یا اینکه چشتون مثل من کور باشه و فاصله بیشتر از 10 متر رو نتونه ببینه و بخواد خوندن تابلو نیاز باشه زوم کنیم. کی گفته تو چشت کوره؟ ببخشید چشت تو کور شدی یهو. نه واقعا دور رو نمیتونم ببینم. آقا همین دیگه، از این تیکه بذار سریع بگذریم. زوم 10 برابر به بالا به درد نمیخوره و آیفون به جای اینکه این بازی مسخره بالاترین زوم رو ادامه بده با سامسونگ بیخیالش شدن و لنز تازه 4 برابر هم زیاده. طبق یک سری تحقیقاتی که انجام شده ایدئال ترین اپتیکال 2.5 تا 3.5، یعنی واسه مثلا عکاسی پورتریت یا مثلا بچت توی زمین بازی نمیخوای تا وسط زمین بازی بری، میخوای ازش عکس بگیری. توی همه این سناریو تحقیقات کردن مردم تهش زوم 2.5 برابر تا 3.5 برابر استفاده میکنن. ایدئال ترین لنز برای تلفوتوی گوشی 3x. من پیش بینی میکنم سال دیگه این 4x هم میکنن 3x تازه. احتمالش کمه ولی خب به نظرم خیلی باشه بد نیست. ما همه اینا رو داشتیم رو اندروید و اندروید هم اینجا بخوام اشاره کنم تو پرانتز سامسونگ. ببین این داشتیم دقیقاً حکایت ایرانه. آره ما یه زمانی نصف آسیا دستمون بود، آره ما یه زمانی ابرقدرت نظامی منطقه بودیم. داشتیم به درد نمیخوره.
چه مثال. الان یکی 100 تومن 150 تومن پول داره میخواد گوشی پرچمدار بخره. الان آپشن چیه؟ الان کدوم کمپانی چه فیچری پیشنهاد میکنه که اون یکی نداره؟ بذار اندرویدا رو مثال بزنم. چرا میگیم که آیفونا دارن اندرویدی میشن، اندرویدا دارن آیفونی میشن؟ این بیشتر تقصیر گردن گوگل. حالا تو سامسونگ رو مثال زدی، اتفاقا مقصر اصلی اینجا گوگله به عنوان کسی که اندروید رو ساپورت میکنه، هر سال براش آپدیت میده. چطور؟ اندروید 15 که پارسال معرفی شد برای مثال، تمام تمرکزش رو انیمیشن بود. یعنی هیچ فیچر کاربردی جدیدی معرفی نکردن. یه دونه سیف اسپیس معرفی کردن که اونم ما دوباره داشتیم رو سامسونگ. ما رو سامسونگ سیکیور فولدر داریم. همین. یه ری اسکین کردن اندرویدو. آره دیگه، تمام تمرکز اندروید 15 و اندرویدی که بعدی داره میاد روی ظاهر بود. انیمیشن ها مثلا ببین دستتو میکشی اونم باش کشیده میشه. آیفون بازی. این از اندروید 15. پیکسل 10 که چند وقت پیش معرفی شد، اونم ویدیوش و ایونتش همش روی اوور مارکتینگ متمرکز بود. هی بریم سلبریتی بریم. چند تا سلبریتی کلا مجموعاً توی اون ایونت بود. پیکسل 10 به جای اینکه واقعا یک گوشی باشه که چند تا فیچر جدید معرفی کنه، چند تا چیز به درد بخوره اضافه کنه، فقط توی ایونتش سلبریتی آوردن که اوور مارکتش کنن. بعد الان هم پیکسل 10 بیس مدلش و پروش، هم S25 یعنی ورژن بیس S25 128 گیگ شروع میشن. ولی آیفون امسال کلا دیگه مدل 128 گیگ نداره. یعنی الان آخرین آیفونی که هنوز 128 اون آیفون 16 ایه که از نظر فنی اون واسه ایونت قبلی بود. از گوشی‌های جدید ما دیگه 128 گیگ نداریم. حالا نکته بهت گفتم، این نکته داره. نکته اینه که تو در واقع اینجوری نیستش که با پول 128 گیگ 256 گیگ بخری. یعنی 256 گیگ هنوز هم قیمت همون قبلیه است. فقط ورژن 128 حذف شده. میدونی پرایس پوینت 128 رو حذف کردن. ولی خب الان آیفون ها میتونن بگن که ما دیگه ورژن 128 نداریم ولی شما داری. این یه پله عقبیه برای اندرویدا. یه مثال دیگه، البته این مثال خیلی قدیمی تره ولی خب مثالیه که من آرش گفتم باهاش سر پنجه زدیم. گلکسی بادزا روی کاغذ مولتی کانکشن داره. یعنی تو میتونی به دو تا دستگاه همزمان وصل بشی و هر دستگاهی داره پخش میکنه اونو بشنوی. ولی فقط بین گلکسی دیوایس ها. یعنی هم لپتاپت باید گلکسی بوک باشه، هم گوشیت باید گلکسی باشه. این اپل بازی و اکوسیستم بسته رو مخصوصا برای لپتاپ‌های سامسونگ من متوجه نمیشم. خیلی فیچر بدیه، در حالی که حالا اگه دقت کرده باشین ورژن‌های قدیمی همون اپلیکیشنایی که الان روی مثلا ویندوز کار نمی‌کنن مثل سامسونگ نوت روی ویندوز کار می‌کردن و شما الان بخواید روی لپتاپ یا پی سی ویندوزتون از اون استفاده کنید بعد ورژن قدیمیش استفاده کنید. ببین سامسونگ نوت الان اکسکلوسیو گلکسیه. کسی حالا اگر بخواد روی دستگاه ویندوزی که گلکسی بوک نیک ازش استفاده کنه مجبوره بره ورژن قدیمیش یه بدبختی یه جای پیدا کنه دانلود کنه. اینا همه مثالای اپل بازی کمپانی‌های اندرویده. مثال آخرش هم جگرگوشه خودم اکسپریا که آخرین پرچمدارشون که چند ماه پیش معرفی کردن، هم دیسپلیش آندر رز فول اچ دی برای گوشی پرچمدار و هم هنوز نمیتونه توش خام فیلم برداری کنی. هنوز فیلم برداری خام نیتیو نداری. با اپلیکیشن ثرد پارتی میشه ولی خب سامسونگ و اپل نیتیو انجام میدن این کارو. ولی خب قیمتش هم اشاره کن دیگه، اکسپریا رو یکم اوور پرایسه. خب اکسپریاس میدونی یکم برای رعایت ها ساخته نشده. حالا داستان داره اکسپریا، اونم بهش میرسیم. شروع کرد. اینا همه مثالایی بود که کمپانی‌های اندرویدی مخصوصا گوگل و سامسونگ بیشتر اینا طی 3 سال اخیر شل کردن، دیگه فیچر جدید معرفی نمی‌کنن، دارن هی تمرکز میکنن روی اوور مارکتینگ و سیاست‌های فروش مثل آیفون. بعد از اون طرف اپل توی همین 3 سال تمام فیچرهایی که غایب بود از آیفون رو اضافه کرد به آیفون. کاستومایزیشن هوم اسکرین، دایرکت اکسترنال ریکوردینگ، امسال 120 هرتز رو به مدل بیسشون اضافه کردن. تو این 3 سال ما هر چیزی که قاطع میتونستیم بزنیم تو صورت یک آیفون فن و دهنشو ببندیم و ازمون گرفتن. فقط یه چیز مونده سال بعدی، فقط مولتی تاسکینگ و اسپلیت اسکرین مونده که اونم من دقیقاً پیش بینی میکنم سال دیگه اضافه میکنم. سال دیگه منتها پیش بینی من اینه که مولتی اسکرین یعنی مولتی تاسکینگ
و اسپلیت اسکرین اضافه میشه به آیفون، ولی اکسکلوسیو آیفون اون سال خواهد بود. یعنی اکسکلوسیو آیفون 18 خواهد بود، آیفون پرو 18. این موضوع هم جالبه چون که همین الان تو با آیپد رو با آیپد یکم ور بری بخوای مولتی اسکرینش رو استفاده کنی خیلی دستت بسته تر و لیمیت تر نسبت به اندروید و خب کلا اکوسیستم اندروید و اینو من هنوز نمرهشو پوانشو میدم به اندروید حتی موقعی که این موضوع با آیفون هم بیاد چون که خیلی رو آیفون بهتره. ببین این تنها چیزیه که مونده دیگه. ببین این تنها فیچره قاطعیه که الان رو پلتفرم آیفون و کلا حالا او اس ها، آی او اس، مک او اس، آیپد او اس هنوز نیست یا حداقل خوب نیست. این آخر و من پیش بینیم دقیقاً همینه آره، چون امسال دیگه اندروید فنا هیچی ندارن در مورد صحبت کنن. امسال خیلی همه میما و اینا متمرکز میشه روی اسپلیت اسکرین و فقط به خاطر همین سال دیگه آیفون ها میگیرن. منتها اکسکلوسیو آیفون 18 خواهد بود. خب دیگه ببین پیش بینی من اینه که سال دیگه اسپلیت اسکرین اضافه میشه، سال دیگه مهمترین خبر آیفون میشه اسپلیت اسکرین، 2 سال دیگه میشه فولد. فکر نکنم آیفون 2 سال دیگه میشه آیفون فولد. فکر نکنم آیفون تا 3-4 سال آینده بخواد به بازار فولد ورود کنه. ببین تنها چیزی که جلوی آیفون رو میگیره از ریلیز کردن یک فولد قیمت گذاریه. آره فولد الان هولوش قیمت $2000 میچرخن. آره تقریبا. و اپل میدونه که مشتریاش به فکت میدونه که مشتریاش بیشتر از $2000 برای گوشی خرج نمیکنن. حالا یک آیفون فولد نمیتونه $2000 باشه. قیمت گذاری اپل اون مارجینشون بهشون اجازه نمیده که یه فولدبل بسازن زیر 2000 تا بفروشنش. برای همین الان تنها چیزی که جلو اپل گرفته که یه فولدبل بده قیمت گذاریه. این وسط 2 تا راه حل هست، یا اینکه اون سقفی که آیفون یوزرها حاضرن برای گوشی پرداخت کنن بره بالا که داره میره بالا بهش میرسم، یا اینکه اپل یه راه پیدا کنه که یه خیلی ارزونتر درش بیاره تا بتونن 2000 تا بفروشنش و سود ببرن. چون حرکت خیلی غیر اپلیه برای اپل. خب ببین همه کارهایی که تو این 3 سال کردن حرکت خیلی غیر اپلی بود. اینکه مثل آدم بیان تو ایونت خودشون بگن 120 هرتز، اینکه اسم گذاری خودشون رو بخیال شن، اینکه بیان 128 گیگو حذف کنن، بیس رمشون هم پارسال اضافه کردنش 8 گیگ. همه اینا غیر آیفونی و غیر اپلیه. اصلا کل نکته این قسمت پادکست همینه. ولی هنوز اسم‌گذاریاشون تپه و کوهستان و ایناست دیگه، میدونی؟ اونش هم درست کنن خیلی خوبه. خب دارم بیخیال میشه. ببین نکته همینه، آیفون که نمیتونه یه ایونت بیاد بگه آقا ما اشتباه کردیم، ما داشتیم تا الان چرت تحویل مردم میده. نه دیگه، آروم آروم فرو میکنن دیگه، مثل ایران. اوکی. بعدی بحث کردیم که چرا میگیم آیفون ها دارن اندرویدی میشن و اندروید دارن آیفونی میشن، ولی همین حرفی که دارم میزنم، اپل هنوز اپله. یعنی من همین الان خودم نمیرم هنوز یه آیفون بخرم، تا چند سال دیگه هم نمیبینم که همچنان من یا خودم برم آیفون بخرم یا حتی به کسی پیشنهاد کنم که بره آیفون بخره. توی این تیکه دوم که میخوام هنوز مشکلات پلتفرم اپل رو بگم، اول خیلی برام جالبه که چقدر برای این آیفون 17 فیک زیاد شده تو ایران. یعنی همیشه بود ویدیو رو دیدم. این دامیا و این فیک ها همیشه بودن. من احساس میکنم این سری بیشتره. یعنی این ریلزایی که آره ما برای اولین بار آیفون 17 موجود کردیم، داریم به فلانه میفروشیم 200 تومن، بعد کاملا مشخصه این آیفون اصل نیست، این یه دامیه. نه چون فکر نکنم این اتفاق زیاد بیفته و به خاطر اینکه ما نزدیک بازار دبی هستیم، احتمال اینه که یه جوری بتونن به اون مثلا بازی‌های دیسکای PS4 اینا یادت باشه یه جوری زودتر از ریلیس اتفاقا آره بابا، اصلا تمام سامسونگ ها همیشه 2 هفته قبل از ریلیزشون تو ایران موجود می شدن. اینکه آیفون 17 الان تو ایران موجود باشه منطقیه. من مشکلم با ویدیوهایی که دیدم، چون توی ویدیو کاملا مشخصه که این فیکه. خب دیگه شاید یه سری انقدر راحت گول میخورن، شاید هم واسه تبلیغات و مارکتینگ بوده. برداشت خود من اینه که به طرف واقعا ننداختن. نه، اون طرفی که اون جلو وایساده خودش یه فروشنده است توی اون مغازه، اینا فقط می‌خواستن یه ویدئویی ضبط کنن که آره ما از همه زودتر آیفون 17 رو موجود کردیم. که نمیفهمم آخه این به چه تو اگر واقعا آیفون 17 موجود نداری که الان مشتری بیاد و ازت بخره، خب این چه پوینتی داره جز اینکه مثلا یکم هایپ کنی و مثلا یکم فالوور بیشتر بگیری؟ خب این فالوورها خریدار نیستن. آقا از چیزای جالبی که حالا من توی ایونت، اولین چیزی که اصلا توجه من در مورد آیفون پرو جدید جلب کرد این بود که اون کامera کنترل بی مصرف هنوز هست رو، یعنی برش نداشتن. میگم ولی کلا من دکمه‌های عجیب غریب آیفون رو دوست دارم. یکی از تنها دکمه‌هایی که مثلا رو آیفون هست من خیلی دوست دارم داشته باشم روی گوشیم، دکمه سایلنت و چیزشه، رینگشه. اون دکمه کوچولوئه.
که قبل اکشن باتن الان شده سایلنت واسه 2 سال پیش بود داداش، الان شده اکشن باتن. برای خود منم جذابه اگر ما نمیتونستیم رو اندروید هر دکمه رو ریمپ کنیم به هر چی که بخوایم. نه کلا دکمه اضافه داشتن خیلی جذابه. نه آقا جان من دوست ندارم همینجوری فقط خوشحال باشم که گوشیم جا برای انگشت کردن بیشتر داره. اشتباه استفاده میکنم. هنوز باتریا سیلیکون آیونن، هنوز به تکنولوژی سیلیکون کربن سویچ نکردن که البته راستش این خیلی انتظار زیادیه، چون سامسونگ هم هنوز سویچ نکرده، چون بقیه رقبا هم هنوز سویچ نکردن. این خیلی انتظار خاصی نیست، ولی خب آیفون بازی هنوز آیفون شرکتی هست که اصلا سویچ کرده باشه. همه چینیا بلا استثنا، خب حتی اقتصادیاشون. حالا یه چیزی که من نگه داشتم برای این تیکه اینه که اومدن کلی تبلیغات کردن که آره ما برای مثلا حرارت و اینا سویچ کردیم به آلومینیوم. اصلا کلا طراحی شاسی هم تغییر دادن به شکلی که الان یه تیکه از شاسی روی پردازنده است. این شاسی آیفون 17 پرو یه تیکه یه بلوک کامله، هم دور گوشیه هم 1/3 بالای گوشی میپوشونه و اون 1/3 بالا دقیقاً روی پردازنده است که این خب آره منطقیه باشه، حرارت پردازنده مستقیما به شاسی منتقل میشه. اینم که آلومینیوم 10 برابر رسانه حرارتیش از تیتانیوم بیشتره، پردازنده خنک‌تر. ولی من یک پیش بینی میکنم که آیفون 17 پرو و پرو مکس وقتی که منتشر بشه یه 2-3 تا مورد شکایت سوختگی براش، سوختگی دست گزارش میشه. چرا؟ چون که آیفون ها همینجوری سابقه اوورهیت داشتن. آره. یهو رندوم رو میز، مثلا آیفون 15 بود اگه اشتباه نکنم مشکل داشت که رو همینجوری رو میز طرف گذاشته بودش، یهو شروع میکرد داغ کردن. حالا تو فکر کن تمام حرارت اون پردازنده داره مستقیما منتقل میشه به رینگ دور گوشی. من الان خودم که S25 اولترا دارم، اولین چیزی که در موردش توجهمو جلب کرد این بود که داغ‌ترین نقطهش اتفاقا رینگشه، برعکس گوشی‌های قبلی که داغ‌ترین نقطه همیشه پشت گوشی بود. این که تازه تیتانیومه مثلا رسانه حرارتش کمتره، داغ‌ترین جای گوشی رینگ گوشی بود. برای همینه که من پیش بینی میکنم اتفاقا این آیفون 17 پرو قرار مشکل سوختگی دست داشته باشه، چون همین جوریش حرارت پردازنده خیلی به رینگ منتقل میشه. حالا تو اومدی رینگو کلا کشیدی روی پردازنده. نکته جالبی بود چون که روی سامسونگ های قبلی من همین مشکل رو داشتم، ولی خب با وجود داستان ویپر چمبر و چیز آلومینیومیش فکر کنم یکم مشکل اوورهیت آیفون بهتر بشه، حداقل امیدوارم. نه مشکل اوورهیتش بهتر نمیشه، مشکل تراتلش برطرف میشه. آره خب چون که آیفون ها نمیخوان بپذیرن که گوشیشون تراتل میکنه. آره الان گوشی کمتر تراتل میکنه، یعنی میتونه بنچمارک های بالاتر دستیابی پیدا کنه بدون تراتل کردن، میتونه مثلا گیم سشن رو طولانی تر نگه داره بدون تراتل، ولی هنوز داغ میکنه. چون الان کل راه حل اپل این بود که خب داغی رو ما منتقل کنیم بیرون. کجا منتقل میشه؟ به دست کاربر. ولی فرقی که اینجا کرده اینه که تونستن با این دیزاین، عوض کردن دیزاین، یکی عمر باتری رو بیشتر کنن و اینکه چارجینگ اسپید رو ببرن بالا. در مورد آیفون ایر من فقط اینجا کوتاه میخوام نگهش دارم. میدونم الان همه تمرکز اتفاقا رو آیفون ایره، همه دارن در مورد اون حرف میزنن. کلا به نظر من این یک بحث چرتیه، یک بحث وقت تلف کردنه. برای همین اینجا فقط خیلی کوتاه میخوام ازش بگذرم. طبق تستینگای خودشون 1/3 کاربراشون وسط روز مجبورن شارژ کنن. راه حلشون چی بوده؟ راه حلشون یک پاور بانک فولی کاستوم، یعنی این فقط منحصر به فرد آیفون 17 ایره، ببخشید آیفون ایره 17 نداره، یه پاور بانک مک سیفه میچسبه به پشت گوشی. و یه چیز خیلی غیر منطقی درباره این لاین اپ ایر آیفون وجود داره، اینه که لاین اپ ایر آیپد معمولا اون آیپدایی این که قیمتشون منطقی تر و کمتر نسبت به آره، ولی اینجا قیمتش این اتفاقا یه آیفونیه که خیلی هم گرونتره از چیزی که داره آره میدونم. اون وسطش قرار گرفته و خب مجبور شدن واسه اینکه این چیزو نازکش کنن یکی چارجینگ اسپید آوردن پایین، خب باتری طبیعتا کوچیک‌تر شده و اینکه یکی از هسته‌های چیزش هم هسته‌های جی پی یوش هم برداشتن نسبت به پردازنده اسمن A19 پرو، ولی ساب تایتل ریز تو سایت نوشته که آره این یه هسته جی پی یو کمتر، یه هستش کمتره که اون راستش خیلی مثلا خیلی تاثیر تفاوتی ایجاد نمی‌کرد. اون
بحث بس به خاطر اینکه کوچیک‌تر شده حذفش نکردن، برای اینکه یک پردازنده لو تیر تر رو بفروشن این کارو کردن. کلاً این آیفون ایر یکی از بزرگترین کلاهبرداریایی که من تو زندگیم شنیدم. حتی کلاهبرداری تر از S25 اج. اون هنوز تو باسن من فرو میره، این اصلا فرو نمیره. خب و هرسم میگیره دیگه که این یوتیوبرای گردن کلوف مثل همون مارکوس براونلی و دیو تودی از این هی دفاع میکنن. خودشون تو ویدیو هی میان میگن که بابا گوشی نازک عقلانه نیست، ولی همشون پشت این جمله میگن نه ولی تو باید دستت بگیری، نه تو بگیر دستت میفهمی. انگار مثلا یه مرد بالا پاشده رفته مهد کودک، تو بگیر دستت میفهمی. اگه اون کامرا بامپ نداشت آیفون ایر آره جذاب میشد، ولی کامرا بامپ کارو خراب کرده دیگه به نظر من. کلا به نظر من هیچ جذابیتی نداره. اصلا تو بگو آقا جان ما یک گوشی داریم 5 میلیمتر شارپ، 5.0 میلیمتر شارپ، هیچ بامپی هم نداره. آقا جان من اینو کجا میخوام فرو کنم؟ این به چه درد من میخوره؟ و اینکه چرا من باید یک گوشی نازک داشته باشم؟ اسپیکرش هم خیلی بدتره نسبت به آیفون معمولی. آقا جان کلا من توضیح دادم این قضیه آیفون ایر اصلا به نظر من یک وقت تلف کردن صحبت در موردش. من اصلا نمیخوام واردش بشم. کسی اینقدر اسکله که بخره مبارکش بشه، امیدوارم راضی باشه لذت ببره ازش. تو ایران فکر کنم اصلا مشکل داریم چون که تو ایران ای سیم نداریم و فقط ای سیم ساپورت میکنه. آره دقیقاً. گوشی اصلا نمیخواستم اینا رو اشاره کنم، ولی گوشی که اول از سیم کارت اصلا نمیخوره، ای سیم اونلیه و تو ایران که یختی. ولی خب همونطور که خودت خوب میدونی این هیچ وقت جلوی آیفون فنبویا رو نگرفت. آیفونای ریجستر نشده رو میخریدن بعد دو گوشی میکردن، این هیچ وقت جلوی آیفون فنبویا رو نگرفته. و دو تا نکته دیگه هم، دو تا چیز دیگه که هنوز جلوگیری میکنه از تبدیل شدن آیفون به یک پیشنهاد خوب، اینه که هنوز iOS هنوز چرته، هنوز عقلانه نیست. اگر واقعا بخوای از گوشیت استفاده کنی عقلانه نیست، چون دست پاتو میگیره. نکته دوم مکه، اینکه این اکوسیستم بسته یه بره قضیه مکه. تو اگه میخوای واقعا از همه امکانات آیفون استفاده کنی باید پیسیت مک باشه. باید یکم مکا رو بخری. تقریبا میتونم رو تایید کنم. نکته آخر که برای من جالب بود، البته برای من جالب نیستا، کامیونیتی خیلی روش تمرکز کرده، خیلی براشون جالبه، اینه که درست بعد از ایونت سهام اپل میریزه. طی 2 روز یه 5% میفته و دوباره برمیگرده. چون که خیلی اصلا چیز مهمی نبود. یه عده از سهامدارای خورده پای اپل، جوجه ها، ناراحت بودن که چرا قیمت آیفون ها بیشتر نشده. چرا اون $100 که مثلا همه منتظر بودن آیفون گرونتر بشه گرونتر نشده. که همونطور که سهامدارای گردن کلوف نهنگا هولدرها میدونن و من میدونم، آیفون مجبور بود این کارو بکنه، مجبور بود که 128 رو حذف کنن بعد قیمت رو نگه دارن، برای اینکه گوگل و سامسونگ تیز کردن برای بازار آمریکا. عقب برعکس اکسپریا که پارسال عقب نشینی کرد از بازار آمریکا، سامسونگ و گوگل دو دستی چسبیدن بازار آمریکا رو. آیفون مجبور بود قیمت گذاریشو معقول نگه داره. یعنی تازه کار درست این بود که دیگه ذره ارزونترش هم بکنن، اصلا رمش هم یه ذره بیشتر کنن، ولی دیگه این کار نکردن، صرفا افزایش قیمت ندادن. و اینو سهامدارای گردن کلفت اون هولدرای بزرگ اپل میدونن و همین باعث شد که آقا جان فقط 5% این سهام پایین اومد. آره 5% واسه نرم، واسه حالت عادیش زیاده، ولی این به این معنی نیستش که الان چی دیگه اپل ورشکست شد. اپل تموم شد. کامیونیتی الان اینا رو من میخونم دیگه، نه دیگه اپل الان با این ایونتش زد خودش رو ورشکست کرد. از این بحثا بگذریم، میخوام برسم به جذاب ترین بخش این مراسم از نظر من، ایرپاد و اپل واچ های جدید که برای من خیلی جذاب تر از کل چیزهای دیگهش بودن. اول که ایرپاد جدید داریم، قیافتا همونه ولی اکتیو نویز کنسلینگش بهتر شده با به لطف اون تیپ‌های جدیدش بکنم. خودشون نویز کنسلینگ رو تبلیغ کردن 2 برابر، یعنی نوشتن 2 برابر نویز کنسلینگ بیشتر. حالا این به چه معناست؟ معناش حدودیه، یعنی به معنی مثلا 2 برابر دسیبل یا مثلا 2 برابر سکوت بیشتر نیست. نه کلا تجربه نویز کنسلینگ 2 برابر بهتر شده که کسایی که حالا تو ایونت بودن امتحان کردن این 2 برابر رو تایید میکنن، یعنی آره واقعا 2 برابر بهتر شده. که چون که ایرپادا دیفالت نویز کنسلینگ قابل قبولی داشته، دیفالت نویز کنسلینگشون مثلا جزو 5 تا برتر بود.
الان با این 2 برابر من پیش بینی میکنم که یکی که دیگه بهترین نویز کنسلینگ رو دارن بین پرچمدارا. البته اقتصادی یا اون چیز چینی یا اون چیز عجیب غریب رو حساب نمی‌کنیم، بین پرچمدارا. این ایرپاد پرو 3 دقیقاً مخاطب هدفش تویی. داشتم اینو به خودم میگفتم، چون که من اتفاقا خیلی نویز کنسلینگ برام، من اصلا یکی از مهمترین فاکتورها در انتخاب هندزفریم نویز کنسلینگه. یعنی اول کیفیت صدای خروجی، کلا تجربه شنیداری هندزفری، دوم نویز کنسلینگ، مهمترین چیزه برای من. و الان این ANCش خیلی برای من جذاب میکنه ایرپاد، ولی متاسفانه چون هنوز کاستوم EQ نداریم روی ایرپاد، دوباره این پیشنهاد نمیتونه بشه. منم نمیتونم اینجا بخرم. کاستوم EQ به نظر من قشنگ مرز اینه که آقا جان این صدا خوب هست یا نه. یک هندزفری بی کیفیت ولی با کاستوم EQ میتونه صدای خوبی بده. یعنی اگه کاربرش وقت بذاره EQ شو تنظیم کنه باب سلیقه خودش، صداش معادل یه هندزفری پرچمدار میشه. و تو از هندزفری پرچمدار این EQ رو حذف کنی در حالی که همه رقیبات هنوز دارن، این دوباره یه حرکت خیلی اپل طوریه که نشون میده نه، اپل هنوز اپله. بعد از قضیه نویز کنسلینگ، دومین چیزی که بهش اشاره کردن این بود که اصطلاحاً اینتیک هوای هندزفری بهتر شده. یک گرافی نشون داد که آره مثلا اینتیک هوامون بهتر شده، صدای همچنین پیوسته تر و بیس بهتری تحویل میدیم. من پیش بینی میکنم که صرفا ترجمه میشه که یک کوچولو بیس هندزفری بهتر خواهد بود. آپشن دیگه ای که به نظرم خیلی خیلی جذاب بود، سنسور ضربان قلب اضافه کردن واسه ایرپاد پرو. اپل واچا ما سیستم فشار خون داریم ولی نمیتونه به فشار خون رو بگه. یعنی صرفاً فشار خونتو در طول روز با هم دیگه مقایسه میکنه، نسبتشون رو میدونه. ولی همین که تو بعد بهت مثلا هشدار میده که آره تو مشکوکی به بیماری قلبی. این تنها چیز جدیدی بود که معرفی کردن. میگم این کلا واسه منی که اینا رو حالا یکم چک میکنم، این ECG اپل از ECG سامسونگ یکم بهتره یک، و اینکه این هشدار هایپرتنشن و هشدار ایریتمیاش به نظرم خیلی خفنه. و یکی دیگه از چیزایی که ایرپاد اضافه کرده، خب که باتریش بهتر شد که چیزا نو برینر، چیزا اوکیه. و لایف ترنسلیت رو کاغذ خیلی چیز جذابیه. اینکه اگه هر دوتون از ایرپاد 3 یا 2 استفاده کنید و بتونید صحبت‌های همدیگه رو بفهمید به صورت لایف، خیلی جذابه. ولی باید بیاد ببینیم چه جوری کار میکنه. چیزای مثل اینو که مثلا قبلا تو سامسونگ یا گوگل دیدیم زیاد چیز به درد بخوری واسه استفاده روزمره نبودن. ما چند وقت پیش که تقریبا 6 ماه آرش درست دارم یا 6 ماه پیش اپیزود ضبط کردم در مورد اکسپریا. کسایی که حالا دیدن یا ندیدن اگه بعد ویدیو برام ببینن، من اونجا اومدم گفتم که آره من توی ایونت آخر ایکسپریا یک سری الگوهای دیدم که این کمپانی قراره به چخ بره، قراره همینجوری تبدیل بشه به کپی آیفون. الان توی ایونت اپل ولی دقیقاً مخالف اون الگوها رو داریم. یعنی نشونه‌های رشد دیدم، نشونه‌های پیشرفت دیدم. آیفون هنوز آیفونه، هنوز چرته، من نمیخرم، بهش کسا پیشنهاد نمیکنم، حالا هم نمیخرم. ولی اگر با همین فرمون اپل پیش بره و از اون طرف رقباش با همون فرمون برگردن، با همون فرمون سیاست‌های چرت فروش پیش بگیرن، من پیش بینی میکنم که تا 4 یا 5 سال دیگه من بتونم آیفون رو به یه نفر پیشنهاد بدم یا حتی خودم یه آیفون بخرم. چون که آیفون ها به صورت کلی سخت افزار خوبی هستند. من اینجا نگفتم که این گوشی سخت افزارش ضعیف‌تره یا سخت افزاری اتفاقا سخت افزار جزو بهترین چیزیه که با پولت میتونی بخری. ما مشکلمون اکوسیستم اپله، ما مشکلمون با شخص اپله، نه با سخت افزاری که میفروشه. سخت افزارش خوبه، حالا اگه بس سلیقه و قیافش رو بخوایم صرف نظر بگیریم، صرف نظر کنیم. حالا این وسط من یه تیک دیگه دارم. من تقریبا 2 ساله که دارم از گوشیم استفاده میکنم و خیلی وقته که سامسونگ یوزرم، ولی این چند وقت هم یه سری اکسپریانس و اینا با اپل و اینا دارم. و این آیفون فکر کنم گفتم بازم از آیفون ایکس تا الان، از آیفون ایکس خیلی جذاب بود برام. این آیفون اولین آیفونی که واقعا داره منو وسوسه میکنه که سوئیچ کنم و دوست دارم ببینم که جواب سامسونگ چیه. و اگه جواب فقط به خاطر قیافش ولی تو به خاطر قیافش داری، قیافه و همون اکوسیستمش خیلی برام داره جذاب، پکیجی که داره بهت میده خیلی برام داره جذاب میشه به عنوان یه نفری که مثلا خب سامسونگ تا استفاده میکنه. در نظر داری که اون پکیجی که داره میده مثلا یه $5000 بخرج کنی دیگه، چون باید آیپدش هم بخری، مکش درباره قیمتش الان صحبت نمی‌کنم. اگه پکیج کامل الان درباره قیمتش صحبت نمی‌کنم، کلی داره از فیچری داره برام جذابه. اگه داری اینجا ادورتایز میکنی که من شاید بخرم، نه خیلی باید در آره، ولی ببین فیچری الان دارم بحث میکنم و اگه دارم اینجوری میگم اگه سامسونگ S26 Ultra
حرفی برای گفتن نداشته باشه، یه کپی دیگه از S25 باشه مثل کاری که دارم میکنم و اینویشنی توش نباشه، من فکر کنم سویچ کنم چون انقدر جذاب بوده، مخصوصا 17 معمولی برام. متاسفانه پیش بینی ها و لیک هایی که شده اینه که همین این دیگه داره میگه اتفاق میفته، یعنی S26 گوشی ضعیف خواهد بود. رندر ازش لیک شده که دارن دوباره دیزاین آیفون رو دارن کپی میکنن. جالب باشه S26 پلاس یا بیس فکر کنم دیزاین آیفون بیس رو داره کپی میکنه، یعنی یه ترکیبی از آیفون بیس و آیفون پرو 17 پرو. بعد این خودش نشون میده خب واسه چیز جدیدی ندارن دیگه، فقط تمرکز کردن روی طراحی رو دارن سرمایه‌گذاری میکنن روش. این نشون میده که پس سخت افزاری یا نرم افزاری هیچ چیز جدیدی ندارن. متاسفانه من پیش بینی میکنم که بله S26 کل خانواده‌اش قرار ضعیف باشه. آقا آخر اپیزود من یه نکته رو بگم که یه سری آدما یه عمر هی میگفتن که نه اپل این مشتریاشو اینجوری نگه داشته، نباید تغییر کنه، اصلا اشتباه تغییر کردن. ولی این ایونت ثابت کرد که بقا برای یک کمپانی مهمتره تا چیز کردن، تا مثلا استایل حفظ کردن و سیس گرفتن. چون که یه چند ساله یه تئوری داره بین معتقدا رد و بدل میشه که آیا احتمال این که اپل یه روزی ورشکست بشه هست یا نه. این ایونت نشون داد که نه آقا جان، تغییراتی مثل همین تغییراتی که تو این ایونت دیدیم لازمه برای بقایش کمپانی. و الان اپل با این کار کوچیکی که کرد قشنگ 2 سال 5 سال دیگه بقای خودش رو تضمین کرد. حرفی که علیرغم تمام کارهایی که پیکسل و سامسونگ دارن میکنن. حرفی که عمو سام داره میزنه اینه که شما کمپانی شراب نیستین که همون شکلی موندنتون خوب باشه، عوض شین. سامسونگ مخصوصا اینجا در مورد دیزاین صحبت نمی‌کنیم. ما اینجا تو دهن آرش نذارین که نه ما لنگ دیزاین فقط می‌خوایم قیافه گوشیمون فرق کنه. نه، ما داریم در مورد تغییرات واقعی که تفاوت ایجاد میکنن صحبت میکنیم. تغییر در طراحی داخلی رو برد تغییرات بدیم، مثل کاری که روی سری 17 پرو انجام شده. تغییرات روی امکاناتی که میدن. برای مثال یه چیز دیگه که یادم رفت بگم، شکل فیزیکی سنسور سلفی رو مربعی کردن. این به چه دردی میخوره؟ به این درد میخوره که تو اینجوری گوشی رو گرفتی، عمودی گرفتی، میتونی بدون اینکه گوشی رو بچرخونی ولی یک عکس سلفی افقی بگیری با رزولوشن. یعنی اون کراپ عکس از سنسور الان جای بازی داره. این مثلا یک نوآوریه. این یه چیزی که واقعا تفاوت ایجاد میکنه. کاربرا این همین چپ و راست کردن دستشون این یه تفاوتی تو زندگی، خیلی چیز کوچولو و به درد بخوری بود. این چیزا رو میخوایم، نوآوریای این شکلی میخوایم. مثلا بهش فکر نکرده بود کسی. آره یه چیزی که اصلا دیده هم نمیشه. یعنی اگر خدا اپل تو ایونتش نمیگفت هیچکی نمیفهمید که الان طراحی سنسور مربعی شده. ولی یه چیزی که تفاوت ایجاد میکنه. بچه مراقب خودتون باشین. مرسی که تا این جای قسمت بودین و دیدین. تا قسمت بعدی شما رو به عمو استیو جابز خدا بیامرز میسپارم. بای بای.